کارهایی که خیلی خیلی ساده است و گران قیمت هم نیست به لحاظ مالی، ولی به لحاظ معنوی اونقدر گران قیمته که تأثیرات بسیار عمیقی هم در خلق و خوی خود ما خواهد گذاشت و از ما موجودات بسیار مهربان تری خواهد ساخت و هم اون کسانی که با ما در ارتباطند و به خاطر میارند که اون جمله خاص، اون حرف به موقع، اون دلداری به موقع، اون همدلی به موقع، اون آغوش به موقع، اون نوازش به موقع و اون جملات محکمی که ما گفتیم تا او سر پا بایسته و به ادامه بده و اون جملات لطیف و مهربانی که به زبون آوردیم تا اون آدم امیدوار بشه به زندگی و پلی باشه براش برای عبور از سختی بزرگی که فکر میکرد نمیشه و با یک جمله این پل ساخته شد و او عبور کرد، میتونه نقش بزرگی در سعادتمند تر کردن آدمهای پیرامون ما داشته باشه. و البته چقدر ما سعادتمندیم اگر بتونیم انسانهای مهربانی باشیم و با همین کارهای کوچک نیکوکاری رو در جامعه ترویج بدیم و همه آدمها رو به آینده‌ای که نمیدونن قراره چجوری اتفاق بیفته امیدوار بکنیم و شادمانشون بکنیم از اینکه در این دنیا باز هم مهربانی هست، خوبی هست، عشق هست و محبت هست.